با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم بر کل دوستان، برادران و خواهرانی که ما را در شبکه کاروان عمر تماشا میکنید. خداوند از همه شما راضی باشد. دوستان عزیز، یک شبکه هست با نام صدای دولتزاده و این دوستان قصه های جالب، قصه های عبرت آموز و قصه های اسلامی در شبکه خود میگذارد. حتما سیلکه همین ویدیو در کامنتاری از ذکر پیت کرده می شود. دروین دستگیری کنین، پادپیسش کنین تا برادرمان شاد شود و قصه های اسلامی را دو چند زیاد گردانه. دوستان عزیز، بر همه شما معلوم است که بسیار نوارها کردیم، بسیار نوارهایی که مراجعت میکنن، خیر کنین، حالت وزمین است. مقصد در بسیار حالت سخت و تنگ قرار داریم. من بعد چونین نوار در شبکه کاروان عمر نمی شود. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که یه روز بر ما زنگ زدن، گفتن تو از پشت همین زنها پول کار میکنی. از 170% را همون شخصیت میگیرد و 30% را گویا که من میگرفته باشم. والله تا امروز کسی را رکلام کردیم، مثلا درباره خیر، یک درهمی او را نگرفتیم. گفتیم همیشه در حق من دعا کنید، تمام انشاءالله که ما هم خیر میکنیم و هر شخصی که خیر کردید از برای الله انشاءالله که هم در دنیا و هم در آخرت پاداش یعنی مکافاتش را میگیرید. الا ماشاءالله. بعدا از همه شما خواهش میکنم که دیگر مراجعت برای خیر کردن، برای کمک التماس بر ما ویدیو روان نکنین. خواهش میکنم. دیگر ما یگان ویدیو در شبکه کاروان عمر نمیمونیم. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که الکی بسیار تحقیر و بسیار حقارت ها بر ما زده استادند و باز شبکه خود را دوام میدهیم. قصه های جالب، قصه های عبرت آموز و باز مثل پیشترم کاروان عمر و پیش می رود. برای دستگیری همه شما تشکر. با شما هستم ابو مدثر. با شبکه کاروان عمر بمانید. هر شخصیتی که مهمان می شوید حتما تگمچه پادپیسات را زیر کنید. خداوند از همه شما راضی باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.